بعضی ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن، از طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه، اما به او درجه از دانش نرسیده که اینمی پیروی خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کنه؟ با افتخار بیایا بیان بکنه. نوعی با یک ترس و یک نوع حقارت درونی نسبت به دیگرا ایده تبارز میده. به عنوان مثال بر شما ذکر میکنم. مثلا یک نفر ریش گذاشته، هدفش چیست؟ هدفش از گذاشتن ریش است که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. اما چون پیامبر به نظرش قدر بسیار عظیم نیست در یک جایی که مردمایی که ریش نداشته باشن بره، با داشتن ریش احساس افتخار نمیکنه به خود. یک نوع خود چی میکنه؟ این نوع خود کم احساس میکنه که سعی کو دیگرها به یک جایی رسیدن، از یک کار میکنن، من نسبت به اونها چیستم؟ پایینترم. اینی حس غیر ایمانی است و این در نتیجه جهل ایجاد میشه. اگر یک نفری از کسی که پیروی بکنه که او را بدانه کسی است که ارزشمند است پیروی کردن از او، بعد در هر حالتی که قرار بگیره اینمی پیروی خود از اینمی شخصیت چی میدانه؟ افتخار میدانه برای خودش. دقت کنید، مثلا شما فکر بکنید یک نفر پیرو مارکس است. دقت کردین مارکس بسیار شخصیت بزرگی میدانه. در جای اگه از مارکس گپ هم بزنه با گردن بلند گپ میزنه دیگه، ما از مارکس گپ میزنم. اگه استایل خودم مثل مارکس جور کرده بود دیگه، اما تو خوشحال است دیگران را که فکر میکنن این رقم نیستن را حقیر میدانه. دقت کردین کسی که شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسه، در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس حقارت برش دست نمیده، احساس عزتمندی و افتخار برش دست میده. اینی افتخار و عزتمندی ایمانی است. دقت کنین خیلی از مردم مثلا در یک جایی که مثلا مردمای بسیار دسکو منظم بوده باشه، شاید یک نفر بشرمه که من دیگه چطور در این وقتم کت مسواک دندانای خدا پاک میکنم، ممکن است خدا پاک بکنم. متوجه شدین؟ چرا دیگه مردمای اینا مردمای خیلی دیسکو با شخصیت خیلی درجه بالا دارن، حالا دیگه با مسواک خیلی خوب نیستن، من دیگه میگم دندان این دیسکو بودن است و برتریت است. اما اگر کسی پیامبر را بفهمه، بعد مسواک پیامبر به او بودن برش چی میده؟ حس عزتمندی و افتخار میده، نه حس حقارت. بسا از کسانی زیادی هستن خب ممکن خیلی خودم متبع سنت بگیرن، نه از لحاظ ظاهری هم خدا خوب برابر بکنن با پیامبر، اما در جایی که مثلا مردم خلافی روحیه باشه تو احساس عزتمندی نکنه. اینی حس نیکو و پسندیده نیست و این ناشی میشه از جهل نسبت به ابعاد قدرتمند شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنده مسلمان ولو تنها باشه، خب ولو تنها بوده باشه، در بین 1000 نفر هم اگه بوده باشه، اتباع سنت پیامبر او را با حساس حقارت همراه نیست. بعضی از علما دیده باشین مثلا در بین مردم معمول است که مثلا یک نفری باید پاچش پایین بوده باشه. این عنوان مثال ذکر میکنم که قضیه را درک بکنید. نه خب اگر کسی پاچه خود بلند بکنه در دل مردم یکی دیگه چندان کاری نیست دیگه، یک کس که کار نباید. متوجه شدید؟ حال یک نفری پاچه خود بلند کرده فقط به خاطر اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم، این حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در بین مردم وقتی احساس بکنه که احساس شکستگی درونی بکنه، این به خاطر عزیز که جایگاه و منزلت پیامبر و سنت پیامبر در پیش از این چیز پایین تر است. اگر ایتو نبوده باشه در بین جایی که مثلا مردم کاملا دقیقاً کاملا خلافی از این روحیه بوده باشه، با گردن بلند، این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعضی جوانان دیده باشن که جوانی اروپا هم اگه میگردن، در جامعه اروپا هم استایلشون متکامل با سنت پیامبر صلی چیز برابر است و احساس افتخار دارن، نه احساس ذلت و حقارت.